نام: مامبای سیاه. طول: 2 تا 4 متر. سرعت: 5 متر بر ثانیه و سریعترین مار دنیا. قدرت کشندگی: زهراگین ترین مار کره خاکی. نامگذاری این حیوان به خاطر تیره بودن دهان آن می باشد. هنگامی که با آن مواجه می شوید در حالت اخطار قرار می گیرد و دهان و زبان سیاه خود را آشکار می کند. هر حرکت ناگهانی توسط مهاجم ممکن است مار را به انجام یک سری حملات سریع تحریک کند. اندازه مامبای سیاه و توانایی آن در بالا بردن سر خود در فاصله زیادی از زمین آن را قادر می سازد تا 40% از طول بدن خود را به سمت بالا پرتاب کند. مامبای سیاه در یک لانه دائمی زندگی و در محدوده آن شکار می کند و مرتباً به آن باز می گردد. مامبای سیاه بعد از گاز گرفتن طعمه خود را نگه نمی دارد، بلکه منتظر می ماند تا قبل از بلعیده شدن در معرض فلج و مرگ قرار گیرد. مامبای سیاه 2 شکارچی دارد: خدنگ که در مقابل زهر آن مقاوم است و عقاب مارخور قهوه‌ای که یک قاتل بالفطره است. نیش این مار به بوسه مرگ معروف است. تنها یک گزیدگی توسط این مار میتواند موجب فلج شدن شخص و سپس از کار افتادن دستگاه تنفسی شود و بین 15 دقیقه تا 3 ساعت پس از گزیدگی در صورت عدم اقدامات درمانی مرگ حاصل می شود. این مار بسیار خطرناک میتواند تا 12 بار پیاپی قربانی یا قربانیان خود را نیش بزند. تنها یک نیش مامبای سیاه میتواند بین 10 تا 25 نفر را به کام مرگ بفرستد. این مار فقط در آفریقا زندگی می کند و عمر طبیعی آن 12 سال است.